قسمت چهارم از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز گرامی، با پیشرفتی که در فضای مجازی پیش آمده، دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم به صورت یک اتاقی که در آمده که انسان با سرچ چند الفاظ به نسبت مطالب و عناوین مختلفی که در دنیا داره اتفاق میفته یا ما میخوایم آگاهی حاصل بکنیم، به راحتی این گونه موارد برای ما بسیار آسان شده و این پیشرفت فضای مجازی هم سبب خیری شده و هم سبب شری. سبب خیر برای داعیان خیر، داعیان اسلام و داعیان رزق حلال، بله، و سبب شر هم برای اشخاصی که دنبال شرن، خصوصا اشخاصی که بر علیه دین و دیانت دشمن قرار گرفتن. بله، این اشخاص سعی دارند با وارد کردن شبهات به نسبت حقانیت دین اسلام در مابین مسلمان ها را به شک وادار بکنن و بلکه دیگر انسان هایی را که واقعا دنبال حق حقیقتن و دارن مسلمان میشن، این گونه اشخاص را چیکار بکنن؟ از اسلام دور بکنن. یعنی مشکل بزرگ دشمنان اسلام از این جهته. و متاسفانه به تازگی شخصی به نام کمال حیدری که ظاهرا خودشون را سید دارن و در جلوی اسم خودشون هم آیت الله هم نوشتن که مشخص از جای فارغ التحصیل شدن، این آقا مدعی شده که قرآنی که ما امروز مسلمان ها در خانه های خودمون با ایمان بر این که این همون قرآنی است که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده، این آقا مدعی هستند که بله، این قرآنی که دست شما مسلمان ها هست این محصول فردی مشهور به نام عاصم به روایت حفص هست که این شخص این طور است و اون طور است و چه تهمت هایی به این بزرگوار زده. بله دوستان دقت بکنید، امثال این گونه شبهات به نسبت انبیا و به نسبت کتاب انبیا چیز تازه‌ای نبوده. همیشه دشمنان انبیا و دشمنان رسالت انبیا در مقابل انبیا قرار گرفته و این شعار را سر دادن که بله، این هذا الا اساطیر الاولین. یعنی چی؟ یعنی میگفتن که آقا این کتابی که شما مدعی هستید از طرف خدا آمده، این چیزی هست که خودتون بافتین و خودتون درست کردین و این داستان‌های گذشتگان است. متأسفانه آقای کمال حیدری هم صف خودشون را کاملا مشخص کردن و آمدن متأسفانه در این صف در مقابل امت اسلام و حقانیت دین اسلام خودشون را قرار دادن. حالا انشاءالله در قسمت های مختلف بنده سعی میکنم قسمت های از سخنرانی این شخص را آورده در حد توان خودم به وضاحت مسئله بپردازم و قضاوت هم با شما دوستان و عزیزان گرامی با هم دیگر قسمتی از گفته های ایشون را ببینیم و بشنویم. اینم یک نسخه مال عربستان رو من نیوردم. این نسخه رو آوردم برای رفقا. از چی آقا؟ الجمهوریة الاسلامی فی ایران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریه. این آقا کجاست؟ این نسخه ببینید آخر نسخه چی می‌نویسه آقا؟ میگه از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. این چه ربطی به پیغمبر داره؟ عاصم 128 هجری آقا، یعنی 120 سال 117 سال بعد از پیغمبر، و حفص هم 190 دنیا رحلت، یعنی 180 سال بعد از پیغمبر. بله، این قسمت رو با هم دیدیم و شنیدیم. من واقعا یعنی بسیار متاسفم، تاسف خوردم بر شخصی که خودش ظاهر امر اینه که یعنی اصالتا ایرانی و زبان هم فارسی مادری، یعنی زبان ایشون دیگه مادری فارسی است. متاسفانه همون عبارت فارسی را که خودش داره میخونه، متاسفانه چی؟ من قبل از کلاس به شما تبیین کردم، متاسفانه خودش متوجه اون چیزی نیست که خودش داره میخونه. حالا دقت بکنید، این قرآنی که در منزل بنده موجوده و عبارتی که آقای حیدری در این قسمت خواندن در اکثر کتاب‌هایی که به نام قرآن در ایران ما یعنی چاپ میشه موجوده. دقت بکنید، عکس رو لطف کنید شما بیارین. دقت بکنید، فقط تاریخش فرق میکنه. نوشته در تاریخ 12/11/84 همین این کتاب از جهت صحت کتابت، این یک موضوع، و انطباق با قرائت، این دو موضوع، با قرائت عاصم به روایت حفص
چیکار داده شده؟ به این اجازه داده شده. حالا آقای حیدری، این که شما میگویید از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص، از جهت صحت کتابت و انطباق با قرائت عاصم به روایت حفص. بله، این که شما میگویید جوابش الحمدلله خودتون دادید، ولی متاسفانه اون جواب خودتون را خودتون متوجه نشدید. دقت بکنید، من برای شما دوباره میخونم، وضاحت میکنم، واضح میکنم که شما به اون چیزی که خودتون یعنی داریم میخونید متوجه نیستید. دقت بکنید، اینجا آمده از جهت صحت کتابت، یعنی آقا این قرآنی که چاپ شده از نظر گرامر عربی این یک موضوع، و انطباق با قرائت یعنی از نظر تجویدی این مسئله دیگری اینجا. یعنی در این کتابی که شما دست خودتون به نام قرآن گرفتین و میخواین این قرآن را مثلا برای خودتون انتخاب بکنین و اینو برای بچه‌هاتون درس بدین یا خودتون درس بگیرین، این کتاب از نظر صحت کتابت یعنی گرامر عربی و انطباق با قرائت یعنی از نظر تجویدی، مثلا در اون الفاظی که باید به صورت تجوید درست ادا بشه، این عاصم به روایت حفص هست. مبادا اشتباه بکنی. اشتباه سر چی؟ بله، ما در امت اسلام قرائت 7 داریم، قرائت 10 داریم، یعنی قرائت های مختلف با لهجه های مختلف. آقایی که یعنی این چیزی که اینجا نوشته شده اینه داره میگه، آقایی که شما دنبال قرائت قرآن هستی، اگر احیانا دنبال قرائت 7 هستی یا دنبال قرائت 10 هستی، به اشتباه این کتاب رو نخری. این قرآنی که دست شما هست، بله، این به روایت عاصم به روایت حفص هست و این از صحت کتابت و انطباق با قرائت بر این مبنا نوشته شده. اگر دنبال قرائت 7 یا 10 هستی، برو کتابی دیگر را که بر این مبنا چاپ شده اون را مثلا چیکار بکنید؟ شما برای خودتون انتخاب بکنید. چنانکه این قرائت 7 یا 10 ما در بعضی از مدارس به صورت تخصصی برای قاریان و حافظان قرآن الحمدلله و المنه، یعنی این چیکار میشه؟ درس داده میشه. لذا چاپ کنندگان این قرآن دارن این مطلب رو آقای کمال حیدری دارن میگن که بعد اگر شما دنبال قرائت 7 یا 10 هستی، اون را در این چاپ ما نخواهی یافت، اون را باید در چاپ های دیگر چیکار بکنین؟ دنبالش برین. اما واقعا چرا آمدن این قرائت حفص از عاصم را برای کل امت اسلام انتخاب کردن؟ این جای سوالیه دیگه، نه یه سوالیه. در کل امت اسلام امروزه به صورت عمومی، حالا به صورت خصوصی قرائت 7 و 10 ما موجوده، اما به صورت قرائت عمومی همین روایت قرائت حفص از عاصم را چکار کردن؟ برای امت اسلام انتخاب کردن. چرا؟ آقا سنگم مفت گنجشکم مفت. شما که سرچ کردین در فضای مجازی این یعنی گفته های آقای کمال حیدری را شنیدین و خواندین و خلاصه گوش کردین، لطف بکنین همین عبارتی که بنده برای شما میخونم، این عبارت دقت بکنین، ویژگی های قرائت حفص از عاصم را همین سرچ بکنین، ببینین ببینین قرائت حفص از عاصم چه ویژگی های خاصی داره که امت اسلام به نسبت عموم مسلمان ها به نسبت یادگیری قرآن از نظر تجویدی و از نظر کتابتی چیکار کردن؟ این را انتخاب کردن. اینجا راحت این نوشته شده. حالا فایدی هم که در قرائت 7 است، بله، اینم من بهتر اینجا اشاره بکنم. در قرائت 7 یا 10 ما با اینکه در خواندن الفاظ قرآن، بله، در خواندن الفاظ قرآن تنوع پیش میاد. در جای یکذبون هست، در جای یکذبون هست، در جای والخامسه هست، در جای والخامسه هست. این تنوعی که در قرائت قرآن هست، بله، این تنوع در معنا وجود میاد، اما به نسبت تعالیم اسلامی هیچ تعارضی با دین اسلام نداره. چون که در این کتابی که دست بنده است از الکنز فی القرائت 10 کتابای زیادی به نسبت این موضوع نوشته شده. آورده که روى حفص والخامسه ان غضب الله علیها به نسبت تا، بله، حفص رحمه الله در همون قرائتی که از بزرگان صحابه یاد گرفته در همین سوره نساء اینطور خوانده والخامسه، اما الباقون چی؟ دیگران اون قاریان دیگر با لهجه‌های دیگر که در قرائت 7 یا 10 ما موجودن، اونا به رفع خواندن، یعنی والخامسه خواندن. و در روایت حفص آمده فتلع، این به نسب یعنی به حالت فتح خوانده، اما دیگران و فتلع این به حالت رفع خواندن. لذا دوستان دقت بکنید، قرائت 7 ما تنوع در معنا به وجود میاد، هیچ تعارضی با تعالیم اسلام اصلا پیش نمیاد. اما به نسبت این که کل امت اسلام بر یک مبنا قرار بگیرن و از نظر صحت کتابت این مسائل، بله، روایت همین عاصم به روایت حفص از همه صحیحتر در آمده،
یعنی که در طول امت اسلام بر این اجماع کردن، نه اینکه دیگران را کلا باطل قرار بدن، نه غیر آقا، اونها هم موجودن، اما به نسبت عموم مسلمان ها از صحت کتابت و از مسائل تجویدی بله این قاریان قرآن در امت اسلام انتخاب شده و بر همین مبنا هم داره امروزه درس داده میشه. حالا ادعاها زیادن، آقای کمال حیدری ادعاهای خیلی زیادی را در این سخنرانی که به دست بنده رسیده حدوداً چیزی در حدود 10 دقیقه خیلی از مسائل هست که باید لازمه که اینا وضاحت بشن. اما به نسبت شخصیت عاصم یا به نسبت شخصیت حفص متاسفانه الفاظ بسیار بدی از زبان ایشون به نسبت این دو بزرگوار متاسفانه جاری شده. دوستان دقت بکنین، گفتم که گنجشکم مفت سنگم مفت، سنگم مفت گنجشکم مفت. سرچ بکنین، من 2 تا عبارت بهتون میدم. یکی حفص بن عاصم، ببینین علمای اعلام امت اسلام به نسبت این شخصیت چه نظری دارن. فقط از یک جا قبول نکنین، برین سرچ بکنین در فضای مجازی، یا الفاظ عاصم بن ابی النجود را برین تحقیق بکنین تا مشخص بشه که این بزرگواران در امت اسلام به چه مقامی در قرائت قرآن نائل شدن و در امت اسلام ممتاز قرار گرفتن که امت اینها را قبول کرده. حالا بعضا انشاءالله میرسیم به اون عبارتی که آقای کمال حیدری نسبت به این دو شخصیت از کتاب ها، یعنی از کتاب آقای خویی و از کتاب شیخ آلبانی به نسبت این موضوع بیان کرده بودن، انشاءالله به اونم خواهیم رسید. لذا در این قسمت صحبت خلاصه من اینه، آقای کمال حیدری متاسفانه اولا الحمدلله جواب خودتون را خودتون دادین، ولی متاسفانه جوابی که خودتون به خودتون دادین متاسفانه متوجه نشدین. آقا این چیزی که شما در اینجا میخوانین این از صحت کتابت، یعنی نظر گرامر عربی و انطباق با قرائت، یعنی نظر تجویدی این مسائل که یکذبون خوانده بشه یا یکذبون، آقایی که شما دنبال قرائت 17 هستی این فقط بر همین مبنا نوشته شده، شما برو نونت رو از جای دیگر نگاه بکن، برو نونت رو از جای دیگر پیدا بکن. متوجه شدین دیگه نه؟ لذا دوستان بحث سر اینه که اون چیزی که آقای کمال حیدری در این قسمت متاسفانه متوجه شدن این موضوع بود. ان شاء الله تا قسمت بعد، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.